کودک آزاری جدید اینستاگرامی که هممون توش سهیمیم. لطفا فیلم منو پخش کنید تا مامان و بابام پیدام کنن. من خیلی میترسم. بچه‌ها من تو جنگل گم شدم. ته رذالته که بچه‌تو بیاری توی اینستاگرام بقیه بهش بخندن، تحقیرش کنن تا تو پول در بیاری. روزبهانی کارشناس حوزه کودک درباره کودک بلاگرها خیلی قشنگ به ایرنا گفته این روزا پدر مادرای ایرانی جای خودشونو با فرزنداشون عوض کردن و به جای اینکه اونا مسئولیت خرج فرزند رو بر عهده بگیرن، بچه‌ها خرجی زندگی رو به دست میارن. ماده 32 کنوانسیون حقوق کودکان که ایرانم جز امضا کنندگان اونه خیلی صریح به ما میگه نباید بچه ها رو استثمار اقتصادی کنیم و دکتر پریسا یاسمی نژاد هم میگه این پدیده روان بچه ها رو نابود میکنه. بیایید لطفاً با این محتواها تعامل نکنیم و به این کودک آزاری جدید دامن نزنیم.